به دنبال فلک. یکی بود یکی نبود. مرد فقیری بود که آه در بساط نداشت و به هر دری که میزد کار و بارش رو به راه نمیشد. شبی تا صبح از غصه خوابش نبرد. نشست فکر کرد چه کند. آخر سر نتیجه گرفت باید برود فلک را پیدا کند و علت این همه بدبختی را از او بپرسد. خرت و پرت مختصری برای سفرش جور کرد. راه افتاد. رفت تا در بیابانی به گرگی رسید. گرگ جلوی او را گرفت و گفت: ای آدمی زاد دوپا، در این بر بیابان کجا می روی؟ مرد گفت: میرم فلک رو پیدا کنم، سر از کارش در بیارم و علت این همه بدشانسیمو ازش بپرسم. تو رو به خدا اگر پیداش کردی اول از قول من سلام برسون، بعد بگو گرگ گفت شب و روز سرم درد میکنه، چیکار کنم که سردردم خوب بشه؟ اگه پیداش کردم پیغام تو میرسونم. و باز رفت تا رسید به پادشاهی که در جنگ شکست خورده بود و داشت فرار می کرد. پادشاه تا چشمش افتاد به مرد صدایش زد: آهای، از کجا میای و به کجا میری؟ رهگذرم، دارم میرم فلک رو پیدا کنم و از سرنوشتم با خبر بشم. اگر پیدایش کردی بپرس چرا من همیشه در جنگ شکست میخورم. به روی چشم. و راهش را گرفت و رفت تا رسید به دریا و دید ای داد بیداد، دیگر هیچ راهی نیست و تا چشم کار می کند در مقابلش آب است. ناامید و با دلی پرغصه نشست لب دریا که ناگهان ماهی بزرگی سر از آب در آورد و گفت: آدمی زاد، چی شده زانوی غم بغل گرفتی و نشستی اینجا؟ داشتم میرفتم فلک رو پیدا کنم و ازش بپرسم چرا انقدر من بد شانسم و روزگارم به سختی میگذره که رسیدم اینجا و سفرم ناتموم بود. نه کشتی هست که سوارش بشم، نه پلی هست که پیاده برم. تو رو میبرم اون طرف دریا، به شرطی که قول بدی فلک رو که پیدا کردی ازش بپرسی چرا همیشه دماغ من میخوره؟ مرد قول داد و ماهی او را به پشتش سوار کرد و برد آن طرف دریا. مرد باز هم رفت تا رسید به باغ بزرگی که انتهای آن پیدا نبود. باغ پر بود از درخت‌های سبز شاداب و بوته‌های زرد پژمرده. خوب که نگاه کرد دید کرت درخت‌های شاداب پر آب است و کرت بوته‌های پژمرده از خشکی قاچ قاچ شده. مرد جلوتر که رفت باغبان پیری را دید که ریش بلند سفیدش را بسته دور کمر، پاچه شلوارش را زده بالا، بیلی گذاشته روی شانه و مشغول آبیاری است. باغبان از مرد پرسید: خیر پیش، به سلامتی کجا میری؟ میرم فلک رو پیدا کنم. چی کارش داری؟ تا حالا که پیداش نکردم. اگه پیداش کردم خیلی حرفا دارم ازش بپرسم و از تحتی سرنوشتم با خبر بشم. هرچی میخوای بپرس، من همون کسیم که دنبالش میگردی. مرد ذوق زده پرسید: ای فلک، اول بگو بدونم این باغ بی سر و ته با این درختای تر و تازه و بوته‌های پلاسیده مال کیه؟ مال آدمای روی زمینه. سهم من کدومه؟ فلک دست مرد را گرفت، برد 2-3 کرت آن طرفتر و بوته پژمرده ای را به او نشان داد. مرد به بوته پژمرده و خاک ترک خورده آن نگاه کرد. از ته دل آه کشید و بیل را از دست فلک خاپید. آب را برگرداند پای بوته خودش و گفت: حالا بگو بدونم چرا همیشه دماغ اون ماهی بزرگه میخوره؟ یه دونه مروارید درشت توی دماغش گیر کرده. باید با مشت بزنن پس سرش تا دونه مروارید بپره بیرون و حالش خوب بشه. چرا اون پادشاه تو تمام جنگا شکست میخوره و هیچ وقت پیروزی نصیبش نمیشه؟ اون پادشاهی که میگی دختریه که خودشو به شکل مرد در آورده. اگه میخواد شکست نخوره باید ازدواج کنه. یه سوال دیگه مونده، اگه جواب اونم بدی زحمت کم میکنم و از خدمت فرخست میشم.
هرچی دلت میخواد بپرس. دوای درد اون گرگی که همیشه سرش درد میکنه چیه؟ باید مغز آدم احمقی رو بخوره تا سردردش خوب بشه. مرد جواب آخر را که شنید معطل نکرد. شاد و خندان راه برگشت را پیش گرفت و رفت تا دوباره رسید به کنار دریا. ماهی بزرگ که منتظر او بود و داشت ساحل را میپایید تا او را دید پرسید: فلکو پیدا کردی؟ بله. پرسیدی چرا همیشه دماغ من میخوره؟ اول منو برسون اون طرف دریا تا بعدش بهت بگم. ماهی او را برد آن طرف دریا و گفت: حالا بگو ببینم فلک چی گفت؟ یه مروارید درشت تو دماغت گیر کرده. یکی باید محکم با مش بزنه پس سرت تا مروارید بیاد بیرون. ماهی خوشحال شد و گفت: زود باش، محکم بزن پس سرم و مروارید برده برای خودت. من دیگه به چنین چیزایی احتیاج ندارم. بوده خودم رو حسابی سیراب کردم. هرچه ماهی التماس و درخواست کرد، حرفش به گوش مرد نرفت که نرفت و مرد او را به حال خودش گذاشت و راهش را گرفت و بیخیال رفت. پادشاه هم سر راه مرد بود و همین که او را دید پرسید: پیغام ما را به فلک رساندی؟ بله، فلک گفت تو دختر هستی و خودتو به شکل مرد در آوردی. اگر میخوای تو جنگ پیروز بشی باید ازدواج کنی. سالهای سال کسی از این راه سر در نیاورد، اما تو سر از کارم در آوردی. بیا بی سر و صدا با من ازدواج کن و خودت به جای من پادشاهی کن. حالا که بودتم و سیراب کردم پادشاهی به چه دردم میخوره. حیف آدم وقتشو صرف این کارا بکنه. دختر هر قدر از مرد خواهش و تمنا کرد و به گوش او خواند که بیا با من ازدواج کن، مرد قبول نکرد. رفت و رفت تا رسید به گرگ. گرگ گفت: ای آدمی زاده دو پا، خیلی شنگول و سرحال به نظر میرسی. غلط نکنم فلکو پیدا کردی. راست گفتی. دوای سردرد تو هم مغز یه آدم احمقه و بس. برام تعریف کن ببینم چطور تونستی فلکو پیدا کنی و در راه به چه چیزایی برخوردی. مرد روبروی گرگ نشست و هر چه را شنیده و دیده بود با آب و تاب تعریف کرد. گرگ که نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد گفت: بگو ببینم چرا مروارید درشتو برای خودت ور نداشتی و برای چی با اون دختر عروسی نکردی؟ خدا پدرتو بیامرزه. دیگه به مروارید درشت و تخت پادشاهی چه احتیاجی دارم؟ من بوته بختم و حسابی سیراب کردم تا حالا حتما برای خودش درخت شادابی شده. گرگ سری جنباند و گفت: اگر تو از اینجا بری من از کجا احمق‌تر از تو پیدا کنم؟ و تندی پرید و گلوی مرد را گرفت.